دادستان نظامی کلاب میگوید در رابطه با فوت سرباز شادیل جورزاده پرونده باز کردند. جسد سرباز نیروهای مرزبانی را بعد از 1.5 ماه بینشانی از ساحل دریای پنج پیدا کردند. دادستان در نشست خبری در کلاب دقیق نگفت که پرونده با کدام اتهام باز شده است یا فقط تحقیق سبب‌های مرگ است. گفتن نمیتونیم برای چی مرحله نبوده شد بشه تو باید با مرسوم تحقیق بشه. خیلی وقت تک شده با مفتشون با شادیل جورزاده 8 دکبر از دیدبانگاه دهه شاهان در ناحیه شمس‌الدین شاهین ناپدید شد. فرماندهان و هم خدمتانش برینند که او در رود پنج غرق شده است. بعد از 1.5 ماه پیکر سرباز را از آن طرف در ساحل رودخانه در افغانستان پیدا کرده به تاجیکستان برگردانیدند. از همان دیدبانگاه شاهان سر کردن از بالاش که طرف یخچپون میشه. حجم سر کردید تو دیدبانگاه خیرمانجو انجیرو تو در اون دشتی سویون میگن تا اونجا رفتن. همونجا دوباره رفتن همونجا یک 2 روزی 3 روزی کفتن. بعد 2 روز 3 روز پس از اون طرف پیدا کرد. شادیل جورزاده ماه اپریل سال 2025 از دهه بهاری جماعت لایق شیرالی در شهر پنجکند به خدمت جلب شده است. او 8 ماه خدمتش را در قسم مرزبانی ناحیه شمس‌الدین شاهین همسرحد با افغانستان سپری کرده است. نزدیکانش به رادیو آزادی گفتند که پیش از بی‌درک شدن او با برادرش صحبت داشته است و شکایت‌های از سنگینی خدمت نیز کرده است. یک منبع هم از بازداشت چند نفر در پی مرگ این جوان گفت اما تفصیلاتی نداد. دادستان نظامی کلاب گفت که بعدی انجام تفتیشات جزئیات را آشکار می‌کنند.